امروز میخوایم بریم ویتنام. پایه ای؟ برو بریم. بوم. سلو اسم من معتز. خوش اومدید به یه ویدیو بخوره دیگه. امروز اومدم با زومی. خب بچه‌ها امروز میخوایم بریم ویتنام. یه مغازه پیدا کردیم که پر از خوراکی‌های ویتنامی، اسنک‌های ویتنامی هستش. میخوایم دونه دونه تیست کنیم ببینیم چجوریه، خوبه یا نه. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو بچه، چیزی که خریدم و خیلی ذوقشو دارم میخوام براتون آخر ویدیو تست کنم، پس ساغر همراه ما باشید. Let's go. خب بچه‌ها اولین اسنک به نام چینگ چانگ چاو از برادر بروسلی خریدیم. بریم ببینیم چجوریه. از نزدیک نشونه بچه‌ها بده. شبیه نخودچی، کیک نخودچیه. نمیدونم چی اسپایسیه اینا. چرا آره؟ چی می‌خریم اسپایسیه؟ من دیگه تحمل ندارم بچه‌ها. من دیگه نمیتونم. خب بریم واسه منم یه دونه بدی؟ نه دیگه همین میزنیم دیگه. اگه به فنا رفتیم دیگه کم به فنا. دو تا توشه. اوکی. دو تا من یکی تو. قانون بلدی؟ باز شود دیده شود. مثل چیپسه. اوه یه تیکه های کاکائو روشه. سالمش برای تو. استاد نشون بده با چیز بوی چیز میده. تک تک بود، توک توک بود، تیک تیک بود. چی بود؟ تیک تاک؟ توک توک بود. توک بچه ها چیزو میگه همون توکه دیگه. این بیسکویت نمکی ها. آره بیسکویت نمکی ها. خیلی خوشمزه. خوب بود. مزه بیسکویت میگو نمیدونم. میدونی مزه چی میده؟ مزه برنجک. خوردی؟ آره. مزه برنجک میده ولی اسپایسی. خیلی تندم نیست. یه ذره تنده، یه ذره مزه دریا، نمیدونم مزه ماهی. تند ملایمه. نه اوکیه، تند نی. من خوشم اومده. یک تا 5 چند میدیم؟ 3؟ من 4 میدم. به اون صورت نمیتونم بگم خیلی خوشم اومد. 3 حقشه. من 4 میدم. 7 امتیاز از 10 تا گرفت. بریم سراغ بعدی. آیتم بعدی از چینگ چانگ چونگ. این فکر کنم اون کیک یزدی خودمونه. نه بابا. کیک جونتون. بچه بابل تی ویتنامی ها اومدن از اون دزدیدن. بابل تی تو ایران باشه یا نه، ولی این با طعم بابل تیه. با طعم بابل تیه؟ بابل تی هم که میدونیم حالا همین. چرا بابل تی هست ایران ولی نمیدونم بابل تی هم. بچه چقدر من واقعا از این چیزاشون خوشم اومده. این دیزایناشون خیلی باحاله. همه چیزشون مرتبه واقعا. خوشم اومد. یه سفر باید بریم دیگه. آره. دوست داری یه هوای ویتنامی داشته باشی؟ نه عزیزم. اگه آدم استرن تو زیادی خوشت اومد گفت. جان کارو بگی. وای بچه چه چیزایی توشه. چیز داره بکنم بابل تیه. من فکرم کشمیش لاشی. نه بابل تیه. نه فقط خیلی باید بجوی. انگار آدم سلاشه. ولی خیلی خوشمزه. خیلی. چند میدی؟ اینو خدایی من 5 میدم. من 4 بهش به اینم 4 میدم. از 10 چون امکان داره این خیلی بهتر باشه چون این نرمه. وای بچه‌ها این اصلا دیوونه‌مون کرد. موقعی که اینو خریدیم همش می‌خوایم اینو بزنیم ولی میگم وایسا ویدیو رو بگیریم بعد. بریم واسه بعدی. قلقلی داریم از نوع ویتنامیش. بگای قلقلی داریم. چی هست این اصلا؟ زده یوشینو میکس. نه بچه‌ها این اسنکه که با برنج درست میشه. اینا همه چیزشون با برنجه. آره اینا همه چیزاشون با برنجه. بچه اینو شکم میکم ندارن. ما ایرانی ها همش زده فکر میکنم هرچی بیشتر برنج بخوریم راحت‌تر میشه. تو بزنیم تو کار برنج. برنج رو خشکش کنیم بخوریم. اصلا بوش که چرت و پرته. چی؟ اوه سفته. چه صدایی میبینیم؟ بادونه چیه؟
برای من مزه بادام زمینی میده. برای چی؟ من هنگ کردم نمیدونم چه، ولی مایه‌های همون بادام زمینی و اینا که سفته یکم. آره اردنوسه بادام زمینیه بچه‌ها. آفرین. آره بادام زمینی و البته بعضیاش با کنجده، بعضیاش با بادام زمینی و بعضیاش هم با سویا. ببخشید ولی خیلی سفته. سویا. آره خیلی سفته ولی خب به فنا رفت. ولی یه دست دندون بخری بعد این. به این چند میدی؟ به این زیاد نمیتونم نمره خوب بدم، 2 میدم. منم میگم 2. برو بریم بعدی. آیتم بعدی جلبک اسپایسی. جلبک حالا خوردین بچه‌ها؟ من جلبک رو توی سوشی خوردم ولی اینجوری تا حالا نخوردم. چیپسشه. خالیش مزه نداره جلبک. من خالیش چجوری خالی مزه نداره داره؟ نمیدونم مزه سبزی میده احتمالاً. اینا فکر کنم لای هر چیزی یه جلبکی میزنن. زرش بلو یه جلبک، باقالی بلو یه جلبک. هرچی میاد یه جلبک میزنن. یا برنج یا جلبک. واه. کفش اینجوریه. جلبک رو میبینی؟ روشم آب جوب رو میبینی؟ روشم چیپسه فکر کنم. تو جوبای ایران این چیز میشه. فقط چرا ولی خوشمزه. ولی خوشمزه. ارزش داشت. کار در اومده خودی. مزه ماهی میده. آره. مزه ماهی میده. تا بیاد بالا طول میکشه بره تو مغزم. اول میره تو شیگمم اونجا یه ذره طول میکشه تا بیاد بالا. وای بچه‌ها مزه ماهی میده. ولی تندم ها. ولی باحاله. تنده. باحاله. مزه جلبک و ماهی میده. انگار داری پفک میخوری با سوشی. قبول داری؟ پفک و سوشی رو بزنی به هم میکنی تو پاچه مردم میشه. انگار اصلا سوشی رو خوش کردن دارم میدن دست. ولی باحاله. چند میدی؟ جلدش من اینو خدایی از چیپس و پفکایی که اینجا هستش بیشتر خوشم اومد. من 5 میدم. من 4 میدم. 9 هستم. برو بریم بعدی. دیدین باب اسفنجی عشق منه. آی بزنه این بدمزه باشه بخوره تو ذوقش. ای من تو رو خنده کنم. بیشور چیه این؟ با این ظرف میشورن ها؟ نکن یه لحظه ببینم چجوری با میشه. ولی حال میده دست میزنه بهش. آتیش بده 6. ما نمیشه. A few moments later. واه. سیسش خیلی خوبه ولی من فکر کنم گند از آب در بیاد. چون سیسش خوبه. هر چیزی که سیسش خوب باشه سسشه. نه بابا. اکسیژن. فکر کنم این واسه اینه که چیز نشه. رطوبت نگیره. فکر کنم ما اینو میخوردیم الان. خود خره. چیه مثلا تو این؟ بچه‌ها حل کنید. هروئین نباشه. بو تو خمار کنده. چه نرمه. خب بده دیگه خوشت نیاد. واه چه بویی. همینجوری بخورم. ماماسیتا مامایا. بچه خیلی خوبه. مزه چی میده؟ مزهش آشناست. وانیله؟ آره. بچه خیلی بافت نرمی داره. واقعا بافت نرمی داره. یه چیزی من تو ایران خوردم لنگه این بستنی چیزا نی بیرون میدن این لوله‌ای ها. لوله قیفی. بستنی لوله میکشن تا خیابون. بشرم همون قیفی. مزه اونو نمیده یکن؟ بستنی قیفی؟ منظور نونشه؟ نه خوبه. نه خیلی خوشمزه. ولی مزهش خیلی آشناست. چند میدی؟ ولی این بافت و هیچ شیرینی ایرانی نداره. یعنی من تا حالا همین چیزی که تیتاب مزه تیتاب ولی بافتش اینجوری نیست ولی مزه تیتاب میده. الان فهمیدم. یکم نه زیاد. خدا مزه تیتاب. آره بچه مزه تیتاب میده. راست میگه. تیتاب شکلاتیه این وانیلیه. آره ولی
بافت تیترامو نداره، این بافتش خیلی نرمه. ببین من دوست داشتم از زنه بپرسم چی جوری اینو درست میکنه ولی دیگه روم نشد. این تو مایه سیاه نرمه است، این سفیدشونه ولی سیاه نرمه سیاه توبه خیلی خوشمزه. خیلی میخوام ویدیو رو ولش کنم همینجوری بخوریم. بخور. چند میدیم؟ 5. من اصلا 5 که چی 10 میدم. پس چی شد؟ برنده بازی این 5 سیاه نرمه شد. اینم نه اینکه 10 شد، این برنده بازی شد، این 9 شد. نه اینم عالی بود. اگه این مساوی شدن در منطقه‌ای که زندگی میکنید همچین چیزی پیدا کردید، همچین شروبری، حتما بخرید. یا اگر کجا بود؟ ویتنام به ویتنام سفر کردید حتما این چیزا رو امتحان البته کنید. چیزای آسیاییه دیگه. زنه میگفت البته این تو تایلند باشه، تو چین باشه، تایلند و توی ژاپن و کلا همه جا پیدا میشه. این با اون میدونید دیگه جریان چیه. خب بچه‌ها امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. این پارت اول این ویدیوه. 5 تا چیز دیگه هم خریدیم که تو ویدیو بعدی میاد. اگه خوشتون اومد حتما لایک، کامنت، سابسکرایب بکنید و زیرش بنویسید واسمون که از این خوشتون اومد که ما پارت دوم هم خوبه بدیم بره. کاری باری